جاغوری می تواند نقطه آغاز باشد. آغازی برای روش نو. جایی که مردم با دستان خویش بنای آبادانی را برپا می کنند. این سرزمین همیشه نماد تلاش و همت بوده است. جایی که با وجود کوههای بلند و زمستانهای سخت مردمش هیچگاه امید را زمین نگذاشته اند. امروز نیز جاغوری می تواند چراغ راهی باشد برای تمام افغانستان. چراغی که از دل یک حرکت مردمی می درخشد و پیام می دهد که آبادانی از خود ما آغاز می شود. وقتی جاغوری با همدلی مردمش مکتب می سازد، سرک را آباد می کند و آب را به قریه می رساند، این نه فقط خدمت به یک منطقه بلکه الگوی برای همه افغانستان است. این حرکت نشان می دهد که هیچ دیاری در انتظار معجزه نمی ماند. معجزه از دستان مردم زاده می شود. بیایید جاغوری را سرآغاز قرار دهیم. سرآغاز یک خیزش مردمی برای بازسازی و شکوفایی. از دل این نقطه می توان جریان ساخت که به همه افغانستان امید و جان تازه ببخشد. آبادانی فردای کشور از همین امروز و از همین حرکت آغاز می شود.